همین اول کار هم میخوام یه آرزو داشته باشم. امیدوارم که سرزمینمون همیشه به دور از جنگ و تنش باشه، تو صلح و آرامش بتونیم با خیال راحت روال عادی زندگی رو طی کنیم. این وسط مسطاش هم یه اینترنت ساده به ما برسه، آقا ما راضیم. خیلی توقع بالایی نداریم، بتونیم یه تریدی رو بدون استرس، بدون نگرانی از وضعیت اینترنت داشته باشیم، برای ما اوکیه. خیلی خوب، یه ساعتی رو توی این وبینار کنار هم دیگه خواهیم بود و بهتون قول میدم که بعد از این وبینار یه مسیر روشن و واقع بینانه نسبت به ترید به دست میارید و کلی هم به معلوماتتون اضافه میشه. یه شرح مختصری از برنامه بهتون میدم و بعد از اون میرم سراغ نقشه گنج، اون اصل کاری که میدونم خیلیاتون منتظرش بودین. حالا سرفصلایی که توی این جلسه ما قراره داشته باشیم چیا هستن؟ ابتدا ما قراره بررسی کنیم و ببینیم که ترید یه شغل آسون یا سخته و در موردش با هم دیگه صحبت کنیم. در مورد 1000 توی ترید، نقشه گنج و مسیر صحیح معامله گری رو با هم دیگه خواهیم داشت. بعد از اون میریم سراغ این سوال اساسی که فارکس ترید کنیم یا کریپتو. سوالیه که خیلی ها میپرسن، بعضا توی هر دوتا مارکت فعالن. بحث بعدی سبک معاملاتی برتره یا استراتژی برتر. کدوم سبک معاملاتی از همه بهتره، کدوم یکی اوکی تره و کدوم استراتژی از همه برتره. ما اگر اون استراتژی رو داشته باشیم خیلی راحت میتونیم به سود برسیم. مبحث بعدی که بعد از بحث سبک معاملاتی هست، داشتن ستاپ دقیق و تریدینگ پلنه. موضوعی که میدونم خیلیا بهش نپرداختن، جدیش نگرفتن و صرفا به دنبال استراتژی بودن. و در انتهای این وبینار نحوه دریافت استراتژی ها، حساب های $100 و عضویت VIP رو بهتون میگم. بریم سراغ مبحث بعدی. این از سرفصل‌هاش. بریم سراغ مبحث اول، این که ترید یه شغل آسون یا سخته. من خیلی دوست ندارم متکلم وحده باشم، دوست دارم شما هم وارد بحث بشید و توی پیام ها به هم بگید که از نظرتون ترید یه شغل آسون یا سخته. حالا اگر دوست داشتین دلیلشو هم بگین تا در موردش یه مقدار صحبت کنیم. خب دوستان میگن سخته. اگر آسون بود همه موفق میشدن. سخته. خب تقریبا همه دارن میگن که سخته. آقای احمد طاها میگن سخته، به شدت سخت و اصلا کار هر کسی نیست چون به شدت باید متمرکز باشی. ممنون از نظرت آقا نیما. سخت‌ترین راه پول در آوردنه. سهل ممتنع آقای فاطمی. آسونه به شرطی که مراحلی که استاد میگن رعایت بشه. شما لطف داری. خیلی خوب، تقریبا 90%تون دارید میگید که ترید یه شغل سخته. ببینید جوابی که من به این سوال میدم اینه که هم سخته و هم آسون. یعنی چی؟ یعنی شما اگر مسیر درست معامله گری رو بلد نباشی واقعا سخته. توی 1000 توی این مدلی قرار میگیری، مسیرهای مختلفی میری و هر بار به یک بنبستی میخوری. مجدد برمیگردی نقطه اول، چالشی که خیلیاتون باهاش درگیرین. اگر استراتژی خوبی نداشته باشین قاعدتا ترید یه کار سخت واسهتون خواهد بود. اگر پشتیبان، منتور، کسی کنارتون نباشه، خودتون شخصا با سعی و خطا بخواید پیش برید واقعا کار سختیه. هر بار توی این 1000 تو میاد حرکت میکنید و راهنمایی وجود نداره که بیاد بهتون بگه آقا کدوم مسیر رو برید، من قبلا این مسیر رو رفتم، شما هم این مسیر رو برید، سریع به مقصد میرسید. خب کار واسهتون سخت میشه. این وسط سرمایه‌تون، زمانتون، اعصاب و روانتون و حتی اعتماد اطرافیان به خودتون رو ممکنه از دست بدین. بارها شده دوستان توی مشاوره گفتن که خانواده به من دید قمارباز پیدا کرده و این واقعا خیلی چیز بدیه که دیگه شما حتی اعتماد اطرافیان، نزدیکترین کساتو از دست بدی و در این صورت ترید میتونه یه کار سخت باشه. اما اگر یه سری اصول رو رعایت کنی
اگر مسیر جلوت روشن باشه، اگر مسیر رو درست طی کنی، دیگه توی این 1000 تو گیر نمیافتی. متاسفانه مدیا، اینستا، یوتیوب و غیره کار ترید رو کاملا آسون جلوه داده. یعنی شما یک شبه با چند تا آموزش ساده خیلی راحت میتونی پول در بیاری. هم از درآمد دلاری و کش ساختن صحبت میکنن، خانه آنچنانی، ماشین اونچنانی، سفرهای اونچنانی، و تو سریع میتونی اینا رو به دست بیاری. مدیا داره اینو بهت غالب میکنه، در صورتی که ترید هم مثل هر شغل دیگه‌ای نیازمند طی شدن یه سری پروسه است. درسته که شما ممکنه به یه آموزش خوب دسترسی پیدا کنی، یه استراتژی خوب داشته باشی که همه چیزش اوکیه، ولی تا وقتی که به اون استراتژی مسلط نشی، تا وقتی که چم و خم کار دستت نیاد، تا وقتی که روی احساساتت کنترل نداشته باشی، خشم، طمع، استرس اینا رو کنترل نکنی، اون استراتژی نمیتونه اون بازدهی لازم رو وسط داشته باشه. پس من اگر میگم استراتژی همه چیز نیست، به خاطر اینه که شما خیلی پارامترهای دیگر رو باید در کنارش رعایت بکنی تا بتونی از اون استراتژی بازدهی لازم رو بگیری. بریم سراغ مبحث بعدی. بعد از 1000 تو بریم سراغ نقشه گنج. این نقشه و پلان و مسیری که گفتم میتونه اون حرکت شما رو شفاف کنه، مثل یک مسیریاب، مثل گوگل مپ، مثل بلد یا نشان. این مسیریاب هایی که روی گوشیاتون نصبه، خیلی راحت میتونید با کمک اونها مقصدتون رو پیدا کنید. این نقشه و پلانی که در ادامه قرار بهتون نمایش بدم میتونه همینقدر راحت بهتون کمک کنه که مقصد نهایی رو پیدا کنید. یک نمودار درختی از حرکت یک تریدری که میخواد وارد بازار مالی بشه، از اینجا استارت میزنه و سود مستمر انتهای این نمودار درختیه. کلی پارامتر و متغیر توی رسیدن شما به سود مستمر تأثیر گذاره. این نیست که شما فقط یه استراتژی داشته باشی، بری فلان سبک آی سی تی رو یاد بگیری، یه استراتژی بهت بدم و فکر کنی که سود مستمر رو دیگه به دست آوردی. واقعیت این نیست. واقعیت اینه که شما به عنوان یک تریدر پارامترهای زیادی رو باید رعایت کنی، یاد بگیری، در نظر بگیری، و خیلی از اینها علاوه بر یادگیریش مستلزم تجربه است. یعنی شما اینا رو خودت تجربه کنی. 100,000 بار من بهت بگم این کارو نکن، فایده نخواهد داشت تا زمانی که خودت لمسش نکنی تو بازار. من بعد از 7 سال سابقه ترید یا مارکت و صدها دانشجو، هزاران مشاوره رایگان، اینو دیگه با اطمینان 100 میتونم بهت بگم که خیلی وقتا ما به عنوان یک انسان وقتی یه چیزی رو بهمون میگن، تا وقتی که خودمون تجربهش نکنیم واسمون درس عبرت نمیشه. حالا بیایم از ابتدای این نمودار درختی بررسی کنیم، ببینیم که چه پارامترهایی باید رعایت کنیم. کم کم با هم دیگه جلو میایم و اینا رو با هم دیگه بررسی میکنیم. شما به عنوان شخصی که میخواد وارد بازار مالی بشید، باید بدونید که اصلا هدفتون از ترید کردن چیه؟ چه هدفی دارین؟ چند نفر از شما قبل از شروع بحث معامله گری اول نشسته در مورد هدفش از یادگیری این کار فکر کرده، چیزی رو روی کاغذ نوشته؟ اصلا بین شما دوستانی داریم که تازه دارن با این بازار آشنا میشن؟ اگر هستین حتما اینجا به هم بگی توی کامنت ها، من یه بررسی داشته باشم. خب آقا امیر حسین که میگن نه خیر، من 3 سال تو بازارم. این 3 سال تو بازارم و خب هدف گذاری هم نداشتن. 1 سال. خیلی خب تقریبا میتونم بگم که اکثرتون تجربه های رو توی بازار دارین. 1 سال، 3 سال، همین حدودا تجربه آشنایی با بازار رو داشتین، ولی میتونم به جرئت بگم که باز درصد زیادیتون هدف گذاری نکردین و ابتدای شروع معامله گری مستقیم حالا یا ویدیوهایی رو توی یوتیوب، اینستا، این ور اونور دیدین، یا به پیشنهاد دوست آشنایی با ترید آشنا شدین و شروع کردین به آموزش دیدن. اصلا هدفی نداشتین. مسلما وقتی میایم سمت ترید، هدف اولیه کسب درآمده و اینو هم بگم که
اگر کسب و کاری دارین دو دستی اون کسب و کارتون رو بچسبید به ترید به عنوان یه درآمد جانبی نگاه کنید تو شروع کار. اینجوری نشه که شما با دیدن 4 تا ویدیو سریع برید دنبال استعفا از کاری که دارین یا تعطیلی کسب و کارتون و بچسبید به ترید کردن. این کار کاملا اشتباهه، جنبه‌های روانشناسی داره و زمانی که شما اون جریان درآمدی زندگی تا قطع میکنی و میای روی کاری فوکوس میکنی که تسلط کافی نداری و شدیداً به روانشناسیت هم بستگی داره، ترید شغل 100% ذهنیه و ممکنه شما رو بیشتر دچار ضرر بکنه. پس ابتدای کار شما باید بیا هدف گذاری کنی و بگی آقا هدفم از ترید کردن چیه. صادقانه بگم اگر هدفت اینه که سریع یک هفته‌ای به درآمد بالا برسی، بری خونه آنچنانی بخری، ماشین آنچنانی بخری، تمام چیزهایی که تا به حال نتونستی به دست بیاری رو سریع به دست بیاری، این کار تو رو زمین میزنه. ببین برادرانه دارم اینو بهت میگم، باید دید واقع بینانه داشته باشی. حداقل باید هدف گذاری 1 ساله داشته باشی و اهدافت واقع بینانه، قابل لمس و درست و حسابی باشه، قابل دستیابی باشن اون اهداف. این که شما بگی من الان پراید دارم 1 ماه دیگه با پول ترید میخوام برم بنز بخرم، این منطقی نیست. این که من مثلا پایین شهر زندگی میکنم 2 ماه دیگه با یاد گرفتن 4 تا استراتژی میرم بالا شهر میشینم 1 کیلو طلا میخرم، این منطقی نیست. هدفات باید کوچیک باشن، قابل دستیابی باشن و در طول 1 سال به اون اهداف متعهد باشی. اگر برنامه هدفی نداشته باشی تلاشی هم نمی کنی، یه جورایی باری به هر جهت میشه. 4 تا ویدیو میبینی، یه وقت کار میکنی، 1 هفته رها میکنی و این اتفاق خوبی نیست. پس باید هدف گذاری داشته باشی. از ریسک ها و آسیب های این کار اطلاع داشتی؟ اینکه آقا میگن درآمد دلاری سودش دلاریه، این داستان ها در کنارش به اون ضرر دلاریش هم فکر کردی؟ به اون تنش های روحی که واسط پیش میاد، به اون فشارهایی که اطرافیان بهت وارد میکنن، چون خیلی همچنان از این کار درک درستی ندارن. اینکه شما خانمت، همسرت، فرزندت بیاد یه حرفی رو بهت بزنه بگه که آقا تو قماربازی، این موردی که بارها دوستان توی مشاوره ها به من گفتن، آیا این ریسک های روحی روانیشو میپذیری؟ شما باید از کاری که میخوای انجام بدی و ریسک هایی که داره اطلاع کافی داشته باشی. خودتو اونقدر قوی میبینی که در برابر اینها صبوری کنی و در نهایت به اون نتیجه مطلوب که سود مستمر هست برسی. خب اگر از ریسک های این کار اطلاع نداشته باشی که حسابت با کرام الکاتبینه، صادقانه بذار بگم، میری وسط کار و اونجا جا میزنی. این کار بچه پر رو میخواد، کسی که جا نزنه و سفت وایسه. انتظاراتت از این بازار و خودت چیه؟ چه انتظاری داری؟ که اونم میره بعد از بحث هدف گذاری. انتظاراتت باید واقع بینانه باشه، انتظاراتت باید منطقی باشه، بهشون اشاره کردم. میایم پایین تر و بخش بعدی، شما وقتی اهدافتو نوشتی میری سراغ شناخت ماهیت بازار. اینکه آقا مارکت چی داره به ما میگه، اصلا بازار مالی چیه، بازار مالی چیه، بر چه اساسی کار میکنه، انواع بازار مالی چیه. شما میخوای فارکس کار بکنی، کریپتو که پایین تر میریم بهشون میرسیم، میخوای بورس کار کنی، ماهیت این بازار رو باید درک کنی. یه سری از دوستان کاسبن، توی بازار دارن کار میکنن و دیدگاه اون بازار فیزیکی بیرون رو با خودشون میارن سمت مارکت فارکس یا حالا کریپتو، به این صورت که میگن آقا من یه جنسی رو خریدم، تاریخ انقضای خاصی هم نداره، من اینو میخرم دپو میکنم، چند وقت دیگه که گرون شد با قیمت بالاتر میفروشم، خراب هم که نمیشه. حالا میزنیم آقا یه اتفاقی میفته، واردات زیاد میشه، هر داستانی که میشه اون جنس ارزون میشه، قیمتش میاد پایین تر. اون کاسب میتونه نگه داره، سرمایش میکشه، میتونه نگه داره، حالا با یک کوچولو ضرر میفروشه. ولی با این دیدگاه بخوای بیای توی مارکت فارکس کار کنی، میری رو طلا فول مارجین وارد میشی، بعد مارکت ریزش میکنه، اینجا دیگه کال مارجین میشی.
اونجا خبری از نگه داشتن تو انبار نیست. این که بگی من طلا خریدم دیدگاهت این باشه مثل طلای فیزیکی بیرون، این داستان ها نیست تو این بازار. باید ماهیت این بازار رو بشناسی، چرخه های بازار، اینکه بازار رنج اسپایک یا کاناله، اینا رو باید یاد بگیری. مدیریت سرمایه و ریسک که یکی از مهمترین اصول معامله گریه. شما به عنوان یک تریدر باید مدیریت ریسک و سرمایه رو یاد بگیری. اگر اینو یاد نگیری و بهش عمل نکنی، هرچی استراتژی و سبک معاملاتی یاد گرفتی بهش دردی نمیخوره. این که من یه استراتژی بهت بدم، شما بری نقطه ورود بگیری، یه حد ضرر مشخص، یه تیپی مشخص داشته باشه، اگر اینو توش رعایت نکنی این استراتژی به کارت نمیاد. وین ریتش 90% هم که باشه، شما بالاخره یکی از معاملاتت ممکنه ضرر بشه، 10% موارد ممکنه با ضرر همراه بشه. خب شما اگر اینو رعایت نکرده باشی یا ضرر سنگین میدی، یا اگر فول مارجین وارد شده باشی کال مارجین میشی. انواع ریسکا رو باید بشناسی، چه مدل ریسکی رو باید انجام بدی. ببینید دوستان، مدیریت سرمایه درست و حسابی فقط این نیست که شما روی هر پوزیشن 1% ریسک کنی یا 2% ریسک انجام بدی. این فقط یک مدل از انواع ریسک کردنه. انواع و شکل‌های مختلف داره. مثال ساده تر براتون میزنم، شاید توی پیج های دیگه هم دیده باشین که دوستان به این شکل عمل میکنن که میان یک حساب $1000 رو در نظر میگیرن و با اون فول مارجین ترید میکنن. حالا شاید سرمایه اون آدم $100,000 باشه، اوکی؟ و این $1000 فقط 1% از این سرمایه اصلیه. معمولا برای حسابهای خبری از این مدل مدیریت ریسک استفاده میکنن. طرف میگه که آقا اگر اینم کال شد، خب من 1% این سرمایه اصلی رو از دست دادم و اتفاق خاصی واسم نمیفته. خب این مدل ریسک کردن قطعا برای توی که کل سرمایت $1000 اصلا به کار نمیاد. شما اصلا نباید این مدلی ترید بکنی. پس انواع ریسک متناسب با روحیات افراد، متناسب با سرمایه‌شون در نظر گرفته میشه. تریلینگ استاپ رو باید یاد بگیری، یکی از مباحثی که توی مدیریت سرمایه هست. مارتینگل، دوستان کسی هست بین شما که مارتینگل بکنه؟ خب خیر، آقا فردین. من زیاد زدم. آقا سعید نتیجهش چی بوده؟ نتیجه مارتینگل کردن؟ مارتینگل حسابتو نابود میکنه. من که همیشه سر مارتینگل شکست خوردم. خانم اصفهانی، خیر 60% مثبت. هر کی مارتینگل کرده و خیلی خوب. مارتینگل کردن برای دوستانی که در جریان نیستن. خب شما یه نقطه ورودی رو در نظر میگیری، ورود میکنه، هرچی میاد پایین تر پله‌ای حجم اضافه میکنه. که همون مارتینگل کردن هم خودش تا چند تا پله باید ادامه پیدا کنه. معمولا پیشنهاد اینه که تا 3 پله شما هرچی قیمت میاد پایین تر، یعنی وارد ضرر میشه، حالا ممکنه سل گرفته باشه بره بالاتر، هرچی قیمت میاد نهایتا تا 3 پله شما حجم اضافه کنی و ورود کنی و بعد از اون دیگه باید رها کنی تا برگرده. دلیل اینکه خیلی بدبخت میشن این که سرمایه محدوده و سرمایه های ما نامحدود نیستش. این مارتینگل شما رو به سمت ضرر سنگین یا کال مارجین میبره و خب من پیشنهاد میکنم که کلا اینو بذارید کنار اگر این کار رو انجام بدید، مگر اینکه سرمایه‌تون بالا باشه، تسلط خیلی بالایی پیدا کرده باشه و روحیاتت هم سازگار باشه. این مدل ترید کردن با هر روحیه‌ای سازگار نیست. بحث ریسک بریوارد رو که همتون آشنایی دارید، وین ریت رو میدونید چیه و سبد سرمایه گذاری که دیگه میره توی بحث های سرمایه گذاری که محل بحث ما نیست. بیایم این سمت نمودار درختیمون و ببینیم که مفاهیم دیگه چی هستن وقتی میخوایم ماهیت بازار رو یاد بگیریم. شناخت مفهوم عرضه و تقاضا. همه سبک‌ها بر مبنای عرضه و تقاضا دارن کار میکنن.
خیلی ساده، مثال ملموسش اگه بخوام براتون بزنم، تو همین ایام جنگ وقتی تهران خلوت شد، خیلی رفتن شهرستانا، میوه و تره بار توی تهران ارزون شد. اگر قیمتش 100 تومن بود، به خاطر اینکه تقاضا کم بود، همون محصولاتی بودن که همیشه می اومدن، تقاضا کم شده بود و عرضه پیشی گرفته بود، قیمت اومد پایین تر، مثلا شد 80 تومن. اوکی؟ و این عرضه و تقاضای مثال ملموسشه که تو زندگی روزمره شما میتونید ببینید. حباب‌های بازار مالی که اسم حباب میاد دیگه، اسم سکه فکر کنم قشنگ تو ذهنتون متبادر میشه. این سکه‌ای که همیشه خدا حباب داره تو کشور ما، چون تقاضا براش زیاده و حالا تو بازارهای مالی مختلف هم روی دارایی‌های مختلف اتفاق میفته. آشنایی با روانشناسی بازار، این هم یکی دیگه از موارد مهمیه که تو به عنوان یه تریدر باید روش تسلط داشته باشی. از نظر من به عنوان کسی که 7 سال تجربه داره توی این بازار، باید بگم که سخت‌ترین کار تریدر اینجاست. سخت‌ترین کار شما توی این بخشه، نه یادگیری استراتژی، نه یادگیری سبک معاملاتی. سخت‌ترین کار شما روانشناسی بازار، کنترل روی ترس، طمع، تعصبی که داری، اعتماد به نفس بیخود و خشمی که ممکنه بعد از استاپ خوردن داشته باشی. حالا تو این مدتی که قبل از وبینار بود، من سعی کردم یه سری مطالب، حالا ویدیو یا عکس نوشته به اشتراک بذارم که بتونید یه مقدار روی اینها کار کنید. یه سری تکنیک ها رو به اشتراک گذاشتم. مثال براتون بزنم و بگذاریم بریم سراغ مباحث بعدی. اعتماد به نفس و غرور بیجا، یه نمونهش رو بین یکی از دانشجویان دیدم، دانشجویان دوره تخصصی والیوم. نمیدونم الان تو جمع ما هست یا نه، اگر هست خودش میتونه صحبت کنه. طی 3 هفته تونست حسابشو تقریبا 2 برابر کنه و خب توی این 3 هفته مارکت انقدر معاملات خوبی بهش داده بود، هرچی میومد میزد نقطه زنی میشد. بعد از 3 هفته سود عالی که از بازار گرفته بود، یهو اعتماد به نفس کاذب گرفت. گفت که حالا بعد از 3 سال ضررده بودن، من یه سبکی رو یاد گرفتم که دیگه من هرچی میزنم داره بهم سود میده. 3 هفته این که شما مدام سود بگیری، میتونه هر کسی رو دچار اعتماد به نفس و غرور کاذب بکنه. اومد فول مارجین وارد شد. همون فول مارجین وارد شدن، همانا ضرر سنگین، همانا. ببین شما داری توی این مارکتی که همش احتمالات کار میکنی، یه تایم ممکنه مارکت یه حال اساسی بهت بده، یه جایی ممکنه ضرر داشته باشی. ما ویریت 100% نداریم. هیچ وقت نباید دچار اعتماد به نفس کاذب بشی. حتما باید مدیریت سرمایه رو تو کارت رعایت کنی. اگر روی اینا کنترل نداشته باشی، قراره بهت سود بده. شما یه استراتژی مکانیکی داری، مثلا شما استراتژیت این مدلیه که 40% استاپ میذاری، 40 پیپ استاپ میذاری، 80 پیپ تیپی باید بگیری. مکانیکیه، فقط و فقط باید به این عمل کنی. حالا وقتی میاد نزدیک تیپیت میرسه، شما میگی که نه، بذار من بالاتر بگیرم. خب این باعث میشه که اینجا یه سودی بهت میده، ولی تو موقعیت بعدی کار خراب میشه، با سود نمیبندی، برمیگرده حد ضررتو میزنه. حالا اگر تازه حد ضرر رو جابجا نکنی. و اینان که میتونن تمام عملکردتو تحت تاثیر قرار بدن، باعث بشن که مدیریت سرمایه رو زیر پا بذاری، باعث بشه که به استراتژیت عمل نکنی. پس سخت‌ترین کار یک تریدر توی این بخشه و بهش توجهی نمیشه. الان توی این مدتی که گفتم قرار وبینار برگزار بشه، این پروژه بزرگی که استراتژی، منتورینگ و سایر چیزها در کنارش هست، 95% دوستان فقط دنبال استراتژی میگشتن. آقا استراتژی رو کی ارائه میکنی؟ استراتژی ها چه مدلی هن؟ در صورتی که اصل داستان اینجاست. خب من یه مقدار پیام دوستان رو بپرسم. رفقا خسته که نشدین؟ یه 4 تا ریاکشن نشون بدین. من
نظرات شما رو هم ببینم. خیلی هم عالی عالی عالی. دوستان کلان یه گپ و گفت خودمونی توی پیام راه انداختن. خیلی خوب، بریم سراغ ادامه این نمودار درختی. زوم اوت کنیم ببینیم کجای کار رسیدیم. ببینید این مواردی که گفتم تازه ابتدای کاره. میریم سراغ مفاهیم اولیه و ابزارها. اینجاست که شما باید بیای واسه خودت تعیین کنی میخوای بری سمت کدوم مارکت، فارکس، کریپتو، یا اینکه هر دوتا رو میخوای ترید کنی. بین شما کسی هست که هر دوتا مارکت رو داره فعالیت میکنه؟ بهم بگید اینو. فارکس فقط. خب بله. خب توی دوتا مارکت کار میکنم. ببینید من پیشنهادم اینه که اول یه مارکت رو یاد بگیرین، مفاهیمش رو به خوبی درک کنید و بعد برید سراغ مارکت بعدی. تو به عنوان یک تریدر باید یه سری مفاهیم بلد باشی، حداقل در حد دونستنی که بدونی داستانش چیه. قرار نیست صرفاً ریز بشی توی اون مسائل و ته اون کار رو در بیاری. به عنوان یک تریدر خوبه که اگر فقط میخوای فارکس ترید کنی یه سری مفاهیم از کریپتوکارنسی هم یاد بگیری. اینکه بیت کوین چیه، ماین کردن چیه، بلاک چین، همتون دیگه تقریبا اینا رو میدونید. فرق کوین و توکن چیه. زوم کنم که اینا رو داشته باشین. سریع از اینها میگذریم چون همتون تقریبا اینا رو بلدین. فرق آلت کوین و میم کوین و شت کوین و استیبل کوین چیه، وایت پیپر چیه، اینا دیگه تقریبا همتون بلدید. من از اینا میگذرم. آشنایی با اصطلاحات. فقط این بخش رو میخوام بهش اشاره کنم که لورج توی کریپتوکارنسی با لورج توی فارکس متفاوته و معمولا دوستانی که ابتدای کار کریپتو کار میکردن و میان سمت فارکس یه ذره این مفهوم واسه شون گنگه. یه تفاوت‌های کوچیکی هست توی بحث عمل کردی. شما وقتی کریپتوکارنسی کار میکنی باید یه صرافی خوب انتخاب کنی. یه صرافی خارجی یا ایرانی. برای مثال ایرانیش نوبیتکس بود که الحمدلله هکم شد. دل بسته بودیم به امنیت این صرافی ها که متاسفانه هک شد، ولی خب خدا رو شکر کسی سرمایه‌اش از دست نداد و پولها برگشتن. شارژ حساب باید یاد بگیری، انتقال تتر. اگر خارجی کار میکنی باید ببینی که متمرکز یا غیر متمرکز و من از اینها میگذرم. میام سراغ فارکس که همتون میدونید من تخصصی فقط فارکس رو ترید میکنم و انتخاب بروکر برای کسی که فارکس ترید میکنه مسئله خیلی مهمیه. یعنی شما باید بتونید یک بروکر خوب رو انتخاب کنید که پشتیبانی خوبی داره، واریز و برداشت آنی داره، اسپردهای منصفانه داره، تنوع حساب داشته باشه، سنتی، میکرو، غیره، حالا ECN و غیره، اینا رو داشته باشه و اسلیپیج نداشته باشه. من 10 تا ویژگی یه بروکر خوب قبلا توی یه ویدیو رکورد کردم و تو کانال یوتیوب هست، میتونید بررسی کنید. دوستان کدوم بروکر فعالیت دارن؟ حالا بگید که توی کدوم بروکر هستین. من که شخصا همتون میدونید تقریبا بارها اعلام کردم که توی بروکر ای مارکت هم به دلیل پشتیبانی خوبی که داره و اسپردهای منصفانه و حسابهای خوبی که داره. پراپ دارن، ای مارکت، آلپاری، اوربکس و بروکرهای مختلف، WM و غیره. خب پس دوستان حالا یا بروکرشون رو انتخاب کردن یا به دنبال یه بروکر دیگه میگردن که میتونن تحقیقاتشون رو داشته باشن. باید بدونی که فارکس چیه، شاخصهای مهم توی این مارکت چیه، جوفرزها چیان، کار با متا 4 و متا 5 رو همتون بلدین، لات سایز و پیپ ولیو به همین ترتیب، مارجین و کال مارجین که کال مارجین امیدوارم بینتون کسی نباشه ولی از قدیم گفتن که کال مارجین شدن و ضرر مال مرده دیگه. خب ماشاءالله تقریبا تنوع داریم از همه بروکرها، همه دوستان دارن میگن. خب کال مارجینه که گفتم دوستان همه دارن استیکر خنده میفرستن. خب تجربه تلخیه واقعا
و فکر نکنم کسی رو پیدا کنید که به سود رسیده باشه و بگه که آقا من از همون استارت کار رو دور سود بودم، ضرر سنگین ندادم، که آقا خود منم این اتفاق واسم افتاده همون ابتدای مسیر معامله گری. کسی نبود راهنمایی اون کنه و بالاخره تجربه شد دیگه، از همینا درس گرفتیم. بخشایی که اینجا دارم بهشون اشاره میکنم و تقریبا همتون بلدید، اینکه چجوری حساب داشته باشین، حساب ریل، حساب دمو. خب کسی که تازه کاره اینا رو نمیدونه چه شکلی طی کنه، مسیر رو چجوری بره، هی جسته گریخته از این ور اون ور ویدیو میبینه، از 4 نفر توصیه میشنوه و مسیر درست رو نمیتونه راحت سریع طی کنه. این میشه که تو اون 1000 تویی که بهتون گفتم گیر میفته. اینا همش سلسله مراتب و مراحل. اگر اینجوری این نمودار در اختیارش باشه راحت میتونه مسیر رو پیدا کنه، بره. نهایتش اینه که یه سرچ تو گوگل بزنه، بگه آقا داستان چیه، داستان از چه قراره و اون مطالب رو به دست بیاره. خیلی بهتر از این که جست و گریخته مطالب رو از این ور اون ور بشنوه. باز از این بحث میگذرم و میرسم به بحث جذاب سبک معاملاتی که دغدغه همه است. این که چه سبکی رو یاد بگیریم، کدوم سبک معاملاتی بهتره، کدوم استراتژی بهتره و چیکار کنیم که به سود برسیم. زوم اوت کنم که نمودار رو بهتر داشته باشی. تقریبا دیگه رسیدیم به نیمه ها و جایی که برای شما خیلی جذاب میتونه باشه. من چک کنم دوستانی که با تأخیر دارن میان دسترسی بهشون بدم. خب سبک‌های معاملاتی مختلف بارها شنیدین، امواج الیوت یا اینکه اگر پرایس اکشن کار میکنید یا تکنیکال، انواع و اقسام سبک‌ها، انواع و اقسام ستاپ‌های معاملاتی. خب دوستان همچنان دارن میان بعد از 40 دقیقه تأخیر. خب تکنیکال، پرایس اکشن، سبک‌های مختلفی از دل خود همین تکنیکال و پرایس اکشن بیرون اومده. البروکس، لنس بگز و ریچارد وایکوف که اینها از نظر من بیس کارن و خب اگر از منی که تایم پایین کار میکنم بپرسی، میگم دیدگاه کلی، نمای کلی به شما میدن. این سبک‌ها یه جورایی مثل فونداسیون کار یه معامله‌گر میمونه، ولی بیشتر تحلیل محورن و خیلی به درد ما ایرانی هایی که صبور نیستیم و سریع دنبال نتیجه ایم، کار کردن با این سبک ها روحیات خاص خودشو میطلبه. یه آدم صبور، یه آدمی که صبر داشته باشه اون ستاپ خوب اتفاق بیفته تا بتونه از این سبک ها بهترین بهره وری رو داشته باشه. و دلیل این که این سبک های پایین تر از اون سبک های بالاتر مشتق شدن و به دست اومدن دقیقا همین داستان بوده که اینها یه مقدار تحلیل محورتر بودن. سبک های دیگه مثل ICT، RTM، اسمارت مانی، والیوم تریدینگ و ریاضیات به وجود اومدن تا ما بتونیم نقاط ورود بیشتری بگیریم، نقاط ورود دقیقتری داشته باشیم، ستاپ ها واضح تر باشن و این سبک ها خلق شدن. حالا به نظر شما از بین این سبک ها کدوم سبک معاملاتی برتره؟ خیلی در مورد این سبک ریاضیات صحبت نمیشه و نمیدونم چقدر شناخت داریم، ولی به هر صورت دوست دارم نظرتون رو در مورد این سبک ها بدونم و به هم بگید توی بخش کامنت ها. دوره ICT رو هم که من رایگان دوره 15 قسمتیش رو رکورد کردم تو کانال یوتیوب هست. دوستانی که این دوره ICT رو دیدن هم به هم اعلام کنن و نظرشون اگر دوست داشتن بگن. تمام سبک ها خوبن، مدیریت سرمایه اصل کاره. آفرین، این شد یک جواب خوب و منطقی. بعد ریاضی ICT، والیوم تریدینگ، اسمارت مانی. بازار بر اساس فراکتال و ریاضیات حرکت میکنه، ریاضی نقطه زنی میکنه. خب ICT آقای طالب مشهوری. RTM خوبه برای استراکچر، گن که حرف نداره. ریاضیات و ICT به همراه LIT.
خیلی خوب، نظرات متفاوته. از نظر من همه سبک‌ها خوبن و با همه سبک‌ها میشه به سود مستمر رسید. یعنی هیچ سبکی بر دیگری ارجحیت نداره. اون چیزی که ارجحیت ایجاد میکنه اینه که تو به عنوان یک تریدر روحیات خودتو بشناسی و ببینی که با کدوم یکی از این سبک‌ها بهتر ارتباط میگیری. یه نفر ریواردهای بالا رو میپسنده، دوست داره ریوارد بالا بگیره اما ویریتش پایین باشه، این براش قابل پذیرشه، میتونه بیاد سراغ این سبک‌ها. دیگری میخواد نقاط ورود رو دقیق تر کنه و میاد سراغ والیوم تریدینگ و ترکیبش با آی سی تی. دیگری ریاضیات رو میپسنده، دوست داره نقطه ورودش دقیق و نقطه زنی باشه، ریاضیات رو میاد انتخاب میکنه و این بستگی به شما داره اینکه چه روحیاتی داری و با کدوم یکی ارتباط میگیری. خب بیایم پایین تر. دوستان اگر قطع شد من مجدد لینک رو میذارم چون تایمش فقط 1 ساعته و الان داره آلارم میده که 15 دقیقه باقی مونده. لینک رو مجدد میذارم توی کانال، دوباره میایم بالا. متاسفانه حالا ما همیشه 2 ساعت میرفتیم، این سری 1 ساعت شده. خب برسیم به بخش انتهایی این نمودار درختیمون و ببینیم که در نهایت حالا سبک معاملاتیمونه که انتخاب کردیم و یاد گرفتیم ستاپ معاملاتی رو چجوری بسازیم و تریدینگ پلنمون چجوری به دست بیاریم. من باز یه پست رو توی پیج اینستا گذاشتم و در مورد تریدینگ پلن گفتم اینکه چه جزئیاتی باید رعایت کنی و کلیاتش اینهاییه که اینجا داری میبینی. یعنی شما باید ژورنال نویسی کنی، بک تست و فوروارد تست بگیری، تمرینات کنترل احساس داشته باشی و تعیین ریسک انجام بدی که این متناسب با سبک معاملاتی و روحیاتته. یعنی باز نمیشه نسخه یکسان واسه همه پیچید و بگی که همه یه مدل باید ریسک کنن. ژورنال نویسی رو کیا انجام میدن؟ چند نفر بین شما هستن که مستمر ژورنال نویسی میکنن؟ آقای دینارزهی، من هر روز. عالیه، خوشحالم که اینو میشنوم چون تا قبل از این هر بار میپرسیدی دوستان میگفتن نه ژورنال چیه، ما ژورنال نمیکنیم. خب متاسفانه نه. متاسفانه رو که میگی حتما خودت قبول داری که باید این کار رو انجام بدی. یه مقدار کار شاید سخت و حوصله سربریه. یکی از بخش‌های حوصله سربر یک تریدر ژورنال نویسی، اونم به صورت کاغذی، یعنی که روی کاغذ بنویسی و خیلی ها به خاطر همین انجامش نمیدن. شما وقتی داری یه کار رو انجام میدی، تو پروسه یادگیری هستی، باید اقدام انجام بدی، بازخورد بگیری، همون فیدبک و اصلاح بکنی. اگر کاری که داری انجام میدی تو نقطه A اینجا فیدبک ازش نگیری، چجوری میخوای اصلاحش بکنی؟ فیدبک شما همین ژورنال نویسیه. وقتی ژورنال تو روی کاغذ می‌نویسی، آخر هفته میتونی بررسی کنی، ایراداتتو پیدا کنی. اگر این کار انجام ندی، حتی اگر سودده باشی، ممکنه بعد از یه مدت به خودت بیای ببینی که اصلا وارد یه وادی دیگه شده، اصلا استراتژی تو بهش عمل نمی‌کنی. این تجربه‌ایه که من دیدم و داشتم. پس ژورنال نویسی حتی زمانی که به سود رسیدی هم لازم. بک تست و فوروارد تست کاری که خیلی انجام نمیدن که اونم میتونه به صورت کاغذی باشه، پیپر تریدینگ انجام بشه یا شما ببری روی اکسل و اینها انجام بدی. بعد از اینکه بک تستتو گرفتی میتونی بری روی حساب دمو حداقل 500 تا ترید انجام بدی، پروسه بک تستتو، و بعد بری روی حساب ریل کوچیک که حالا این خودش محل بحثه، اینکه حساب کوچیک باشه یا از همون اول بری حساب بزرگ باز کنی. این هم متناسب با روحیاتته. باید ببینی که چقدر ریسک پذیری، چه مدلی باید کار بکنی. ولی پیشنهاد اینه که یه حساب کوچیک، حالا حساب کوچیک برای یه نفر ممکنه $200 باشه، برای یه نفر ممکنه $5000 باشه. این باز بستگی به توان مالی شما داره. تمرین کنترل احساسات که شما باید مدیتیشن یاد بگیری. شاید از نظر خیلیاتون این کار یه کار بیخود بیاد، ولی واقعا میتونه روی کنترل احساسات شما اثرگذار باشه. اینکه روزانه
حتی شده چند دقیقه 10 دقیقه ربع ساعت برای مدیتیشن وقت بذارید، قطعا روی روحیات شما اثر گذاره. ورزش و زندگی سالم، متاسفانه زندگی ماشینی امروزی باعث شده که ما تایم کمتری رو به ورزش اختصاص بدیم. وقتی ورزش نکنی همیشه بدنت کرخته، خموده، حال حوصله نداری. اگر غذای فست فودی بخوری همیشه یه جوری هستی، یعنی اون بالانسی که باید نداری و اینا رو حتما خودتون تجربه کردین. روزی که یه غذای خوب و سالم میخورید سبکی اوکی، ولی روزی که شبش فست فود میزنی، پیزا رو همینجور میدی بالا، دیگه اون حال درست و حسابیه رو نداری. پس ورزش و زندگی سالم خیلی میتونه اثرگذار باشه. حالا منیم که دارم اینجا بهتون میگم، متاسفانه چند وقتی هست که از ورزش بدونم و تصمیم گرفتم که از فردا شروع کنم. همه از شنبه شروع میکنم، من از یک شنبه دیگه. انشالله اگر عمری باقی باشه ما فردا ورزش رو استارت میزنیم. خب دوستان دارن میگن که ورزش و مدیتیشن 10 لول سطح زندگی رو میبره جلوتر. بله دقیقا همینطوره. خب آقای مرادی گفتن که با سبک والیوم نمیشه بک تست گرفت. چرا میشه بک تست گرفت؟ حالا من ویدیوشو رکورد نکردم، میشه با نینجا تریدر هم بک تست گرفت. آقای دینارزی گفتن نماز اصل آرامشه. بله اینم میتونه باشه. و بریم سراغ مبحث بعدی، خودشناسی و شناسایی نحوه کنترل رفتار. آقا تو باید به خودشناسی برسی رفیق. یعنی اینجوری نیست که من یه نسخه واسط بپیچم بری اونو انجام بدی. یه نفر با قدم زدن توی پارک آروم میشه، دیگری با رفتن به باشگاه بوکس و مشت زدن به اون کیسه بوکس آروم میشه، دیگری با یه کافه رفتن آروم میشه، اون یکی بره با رفیقش چه میدونم یه حرکتی بزنه، بسکتبالی بازی کنن، تنیس روی میزی انجام بدن، اون حالشو خوب میکنه. اینا رو باید خودت بشناسی، ببینی روحیاتت، اون جو دور و برت چجوریه، چی آرومت میکنه، چی باعث کنترلت میشه. و یه نفرم شاید بشینه تو خونه وقتی عصبیه، بشینه تو خونه یه لیوان چای بخوره، همون آرومش بکنه. اوکی؟ پس اینا خیلی متناسب با روحیات شما باید برنامه ریزی بشه و حتما باید اینا رو در نظر بگیری. میرسیم به بحث پذیرش ضرر و ریسک که اینا هم به این مطلب برمیگرده. من همه اینها رو توی دوره تخصصی والیوم تریدینگ بهش پرداختم، به همین خاطره که میگم یه دوره جامع و کامله و همه ابعاد معامله‌گری رو شامل میشه. شما باید علاوه بر همه اون جزئیاتی که بالاتر گفتم، استراحت و ریکاوری رو هم تو برنامه‌ات قرار بدی. آقا جان شما تریدری، شما سوددهی، ضرردهی، سر به سر هر چیزی که هست، اگر یه مدت دیدی اون نتیجه مطلوب به دست نمیاد، فاصله بگیر از مارکت. علمشو داری، مارکت هم که نمیخواد فرار کنه. شما مثلا 3 هفته پشت سر هم سود گرفتی، اون هفته چهارم رو اگر دیدی 1 روز 2 روز 3 روز پشت سر هم ترید کردی و همش داره ضرر میشه، آقا بیخیال شو، اون یه هفته رو دیگه ترید نکن. شما که قبلش سودتو گرفتی، اتفاق خاصی نمیفته، مارکت همیشه هست. من خیلی ها رو دیدم که متاسفانه این هنر رو ندارن توی بحث معامله کردنشون. اصلا شما سود نگرفتی، همون هفته اول نشستی 3 روز پشت سر هم ضرر کردی. آیا اونقدر کشش داری که بعد از 3 روز یا 4 روز پشت سر هم ضرر کردن، روز پنجم بیای طبق ستاپ استراتژی عمل کنی؟ این توانایی رو در خودت میبینی؟ قطعا کار خیلی سختیه و کار آسونی نخواهد بود. پس بهترین کار اینه که یه همچین مواقعی فاصله بگیری، استراحت کنی، یا مسافرت بری یا کلن برید از مارکت فاصله بگیری. حالا هر یه نفر میره مسافرت، دیگری وقتشو با خانواده‌اش میگذرونه، اینا باز به شرایط شما بستگی داره. پس این هنر رو هم باید داشته باشی. میبینی که تبدیل شدن به یه تریدر حرفه‌ای فقط مستلزم داشتن یه استراتژی نیست. وقتی میگم 10 تا 15% کار فقط استراتژیه، به خاطر این چیزاست. خب ما 1 ساعتمون داره پر میشه، دوستان تازه دارن میان. خیلی خوب، بحث تعیین ریسک رو داریم.
حداقل ریسک قابل قبول زیر 2%. ببین این یک کلیته و باز شما متناسب با روحیاتی که دارین و استراتژی که دارین باید بیاین این ریسکتون رو تعیین کنید. یه نفر ریسک پذیرتر روی هر پوزیشن 5% ریسک میکنه و نه استرس میگیره نه اتفاق خاصی واسش میفته اگر این 5% رو ضرر کنه. اگر 3 تا پشت سر هم استاپ بخوره 15% ضرر بکنه استرس نمیگیره. ولی تو چی؟ اینو باید در خودت ببین. اگر 15% تو یه روز ضرر کردی برات قابل پذیرشه، اگر نیست خب باید ریسکتو بیاری پایین. یه چیز طبیعیه و یه قانون کلی هم هست. شما هرچی سرمایه‌تون میره بالاتر ریسکتون هم میاد پایین‌تر. مثلا شما 1 میلیون دلار سرمایه داری، خب نمیای که با اون 1 میلیون دلار روی هر پوزیشنت 5% ریسک کنی، اصلا عقلانی نیست. بنابراین ریسکتو میبری روی 0.1%، اصلا کمتر از 0.5% ریسکت روی هر پوزیشن میشه. این یه قاعده کلیه و خیلی نمیشه گفت که همه باید اینو رعایت کنن. تعیین شاخص ریسک از دست ندادن حساب با توجه به ویریت و ریواردی که داری، این یه نکته فوق العاده ریزه که اصلا بهش توجه نمیشه و شما موقع نوشتن پلن باید اینو در نظر بگیری. این هم متناسب با روحیات و سرمایته. این که شما بگی آقا من امروز مثل چیزی که توی حسابای پراپ هست یه دراودان روزانه برای خودت در نظر بگیری، 5% اگر ضرر کردم دیگه اون روز معاملاتی رو به اتمام میرسونم، چون اگر این 5% رو رد کردم میرم سراغ جابجا کردن استاپ، 2 برابر کردن حجم معاملاتی و خلاصه گند میزنم تو حسابو کال مارجین میکنم. آستانه تحمل من روی این 5% ضرر روزانه است. پس اگر روی 5% رسیدم دیگه ترید نمی کنم. از اون ور مثلا اگر 7% سود گرفتم، اینا فقط یه سری عددن، نمیخوام اینا رو به عنوان مرجع تو ذهنت نگه داری. 7% اگر سود کردم دیگه اون روز معاملاتی رو هم به اتمام میرسونم. دیگه قرار نیست وایسا همینجور رنده کنم مارکتو، امروز 7% گرفتم خدا بده برکت، میرم سراغ روز بعدی. خب دوستان نگران قطع شدن، دوستان اگر قطع شد من مجدد لینک میذارم و ادامه وبینار رو خواهیم داشت. دیگه تایم خاصی نمونده ولی خب با ما یاری نمیکنه دیگه، این سر 1 ساعته ما دیگه رسیدیم انتهاش و بعد از اون میشه بحث ادامه این پروژه نقشه گنج. کلا این نقشه گنجی که مسیر معامله‌گر رو بهتون نشون میده چیزایی بود که اینجا با جزئیات یه سری نکات رو در موردش گفتم و اینو هم در اختیارتون قرار میدم که یه مسیر واضح و روشن جلوی راهتون داشته باشین. ولی بعد از اون میریم سراغ عملی سازی این پلن درست حسابی که اینجا داریم. اصل داستان اونجاست. قراره استراتژی ها رو بهتون بدم، کنارتون باشم، با هم دیگه بحثای روانشناسی رو مرور کنیم، بحثای مدیریت سرمایه رو با هم دیگه داشته باشیم، وبینارهایی که قراره بعد از هر استراتژی با هم دیگه برگزار کنیم، پرسش و پاسخ، حل تمرین و غیره. همه اینا بخشی از پروژه است. قراره حساب‌های $100 در اختیارتون قرار بگیره. یه عده میان به قید قرعه عضو کانال VIP میشن و خلاصه برنامه خیلی خوبی داریم. حالا من دیگه اینو به اتمام میرسونم دیگه، فکر کنم 1-2 دقیقه بیشتر ازش باقی نمونده. خب 2 دقیقه دیگه بیشتر باقی نمونده و ممکنه قطع بشه. من دوباره میام بالا، لینک رو واسهتون میذارم توی کانال و بیاید که ادامه برنامه رو بهتون بگم. دیگه خیلی طول نمیکشه، نهایتا 10 دقیقه ربع ساعته و که بدونید ادامه برنامه به چه شکل قراره پیش بره. حتما وارد بشید توی لینک بعدی که میذارم. من این دقایق آخر رو بخونم ببینم دوستان چیا گفتن. خب دوستانی که در مورد آرامش آقای منشوری گفتن ماهیگیری، اینا میتونه باشه، خیلی به ماهیگیری علاقه دارن. بله این نمودار درختی رو در اختیارتون قرار میدم، بذارم تو کانال که ازش استفاده کنید. ساعت 10 اداره برق ها رو قطع میکنه. خب بریم با اداره برق دعوا کنیم، درگیر بشیم. با گوشی بیاید بالا و میتونید راحت چک کنید. اگر شما آنتنتون هم نمیپره بعد از قطعی برق،
چون بعضی جاها اینجوریه که با قطعی برق آنتن هم میپره. خب دوستان قطع میشه، ما میریم دوباره برمیگردیم.